ده همان داخوانیا هفسروک کنسر وبر آکجه که جمیل بایک تی گوتن کجبو قطبونا دنابرا کرد و ترکانج اورته بیر راکرن دوی قانون انتگراسیون دموکراتیک درکده. جوه وشون ده ادی هر کس دبیجه انتگراسیون دموکراتیک چیه واتای آوه چیه و او تیگینه که به چه آوهیه. جمیل بایک بخواه شیروفت که دبیجه که انتگراسیون دموکراتیک تبه واتای که مافی کردا یه حقوقی هبه آنگو دستوری ده هبه و همجی کرد بکاربن بجداری آواکرنا پرگاله ببین یعنی جه خود آواکرنا پرگاله ده بگرن یا دویم جمیل بایک دبیجه انتگراسیون دموکراتیک تی وی واتای که کرد بزمان ناسنامه چاند و ریوبری خواه هبن و بگوتنه کدن یعنی انتگراسیون دموکراتیک نحلاندنا کردانه و نجی تربونا وانه برواجی او دکارن بزمان چاند و ناسنامه خواه دوی داره ده بجین آنجخ بوی آوائی او قدبونا 100 سالی ج اورته بیرا کرن. جمیل بایک گوتنا ریبر عبدالله جلان یا جبو پیک آنینا خشک براتی یا دیروکی آ کرد و ترکان دوی انتگراسیون دموکراتیک پیک وره ببیر خست و گوت کرد جوی دولت دور کتن و وکی دولت خواه ندیدیتن جبر ناسنامه چاند و زمان وان هات انکار کرن و تنه هات حسواندن لید پولیتیکایا تنه کرن و ترک کرن ده بسر نکتن. بایک دیار کرد که قطبونا دنابرا کرد و ترکان ده آنجاق به قانون انتگراسیون دموکراتیک به بحراندن و دبیجه. ده انتگراسیون دموکراتیک ده لسر بنگاه ناس کرنا مافی کردان حقوقی به گرتنا ناوا پرگاله ده به. انتگراسیون نحلاندن و نجی ترکبونه. کرد و ابناسنامه زمان چاند و ریوبری خواه هبن. به ویرنگی و قطبونا 100 سالی بداوی ببه و آشتی پیکوره. جمیل بایک دست نشان کرد که دستلاتا ترکیه و کمیسیونا کل مجلس آوا بو گاوین سیاسی و حقوقی ینجبو سیاست دموکراتیک نآبتن و گود دسری دجبو آزادی ریبر عبدالله جلان و ما فی هیویه ما بانگا درخستنا قانون انتگراسیون دموکراتیک لدولت کرد لیمان زیکاتیک لگوری گرینگیا پیواجوی ندید پیوست دولت تابل قانون انتگراسیون دموکراتیک و آزادی درخینه تنه جبو پولیتیک و قانون جبو چکبردان تو انجام نایگرد